بدبخت‌ترین شهر جهان، مرجان. سال 1978 است، روزی که کابل هنوز آرامتر و زندگی ساده‌تر بود. هواپیمایی از آلمان در میدان هوایی نشست و هدیه ویژه‌ای را برای افغانستان آورد. شیری جوان، مغرور و زیبا به نام مرجان. او را به باغ وحش کابل بردند. وقتی در صندوقش باز شد، مرجان سرش را بالا گرفت. هوای کابل را بو کشید و غرشی کرد که همه باغ را تکان داد. همان لحظه معلوم شد که شاه جدید این باغ همین شهر است. کودکان با اشتیاق برای دیدنش می آمدند و مرجان با وقار زیر آفتاب می نشست و به آدم‌ها نگاه می کرد. اما افغانستان وارد سالهای سخت شد. جنگ با شوروی آمد و بعد از آن در سال 1992 کابل به میدان جنگ‌های داخلی تبدیل شد. روزی نبود که صدای راکت تفنگ در شهر خاموش باشد. باغ وحش که زمانی جای خنده کودکان بود، در میان خط آتش قرار گرفته. خیلی از حیوانات از گرسنگی یا ترس می‌مردند. اما مرجان با تمام سختی‌ها زنده ماند. هر باری که انفجاری نزدیک می‌شد، بدنش می‌لرزید، اما دوباره سرش را بالا می‌گرفت. او شاهد سال‌های سیاهی بود که مردم کابل از سر گذراندند. در یکی از روزهای همان سالهای تلخ، زمانی حدود سال 1994 یا 1995 دو مرد مسلح وارد باغ وحش شدند. یکی از آنها جوان مغرور و بی‌فکر خواست شجاعتش را ثابت کند. از دیوار قفس بالا رفت و وارد قلمرو مرجان شد. بیان که بداند شیر نه نماد شجاعت است و نه بازیچه آدم‌ها. شیرینه قفس لحظه آرام ماند، اما همین که جلوتر رفت، مرجان به دفاع از قلمرو زندگیش حمله کرد. مرد همانجا جان داد و این آغاز بدبختی بزرگ مرجان. فردای آن روز برادر مرد که از غصه کور شده بود به باغ وحش برگشت. کسی جلوش را نگرفت. جنگ بود، قانون نبود، نظم نبود. اون نارنجکی را از جیبش بیرون آورد، زامنش را کشید و با تمام کینه به داخل قفس مرجان پرتاب کرد. انفجار مهیبی رخ داد. وقتی غبار نشست، نگهبانان دیدند که مرجان هنوز زنده است، اما دیگر آن شیر با شکوه سابق نبود. یک چشمش کور شده بود، دنده‌هایش شکسته بود، دندان‌هایش شکسته بود، فکش آسیب دیده بود و پاهایش لنگ شده بود. از آن روز مردم او را بدبخت‌ترین شیر جهان نامیدند. با همه این زخم‌ها مرجان تسلیم نشد. در سال‌هایی که کابل ویران بود و مردم از گرسنگی و جنگ می‌سوختند، او همچنان زنده ماند. نگهبانان با خطر مرگ هر روز از میان خط آتش عبور می‌کردند تا برایش غذا بگذارند. مرجان نابینا بود، اما وقتی نزدیکش می‌شدند هنوز سرش را بالا می‌گرفت. شاید از روی صدا، شاید از روی حس می‌فهمید که هنوز زنده است. وقتی در سال 2001 جنگ کمی فروکش کرد و کابل نفس تازه‌ای کشید، مرجان دیگر پیر و خسته شده بود. بدنش توان نداشت، اما روحش هنوز مقاوم بود. سرانجام در جنوری 2002 بعد از 20 و چند سال زندگی در افغانستان، آرام و بی صدا چشم‌های زخمیش را بست و خاموش شد. نه از جنگ، نه از انفجار، بلکه از پیری و رنجی که سالها با خود حمل کرده بود. پس از مرگش مردم برایش مجسمه ساختند. مجسمه شیری کور و زخمی اما استوار. مرجان فقط یک شیر نبود، اون نماد تمام زخم‌هایی بود که افغانستان دیده بود. نماد صبر، درد و ایستادگی. و هر کس داستانش رو بشنود میفهمد که چرا او رو بدبخت‌ترین شیر جهان و در عین حال شجاع‌ترین شیر جهان مینامند. یادش گیرم.